سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه و همه در آرامش باشید. به خاطر شرایطی که هستش منم مثل همه کسایی که تو فضای مجازی فعالیت میکنن اصلا حوصله گرفتن ویدیو ندارم، ولی احساس کردم گفتن این حرفا به شما میتونه کمک کننده باشه بهتون. شب اولی که سر صدا شد تو تهران من خودم دچار پنیک اتک شدم و حالم خیلی بد بود. میخوام بهتون بگم که اگه شما دچار پنیک اتک شدید بهتره که چه کاری بکنید. علائم پنیک اتک شامل لرزش، سرگیجه، تهوع، تپش قلب، عرق کردن، احساس مردن از ترس زیاد هستش. وقتی این علائم رو داشتید باید بدونید که چجوری این علائم رو کمتر کنید و مدیریتش کنید. قبل اینکه بهتون روش کنترل بگم، اولین چیزی که باید بدونید اینه که این یه احساس گذراست و درست میشه، اتفاقی قراره نیست براتون بیفته و فقط باید اون رو کنترلش کنید. چند تا روش هست برای کنترل کردن که یکی از روش‌ها اینه که شما باید حواس خودتون از اون ترس پرت کنید و به زمان حال برگردید. یعنی چند تا چیزی که می‌بینید و اسمش رو بگید، چند تا چیزی که می‌تونید لمس کنید و بگید. یه تکنیک عملی هم هست که شما یه قالب یخ یا چند تا تیکه یخو توی دستاتون بگیرید یا بذارید پشت گردنتون. این باعث میشه که بدنتون حواسش از اون ترس پرت بشه و روی اون سرمایه تمرکز کنه. این یه روشیه واسه اینکه ترستون رو کمتر کنید. این پست رو حتما واسه کسی که تو ایران زندگی می‌کنن و ممکنه این شرایط رو تجربه کنن بفرستید. شاید یه کمکی واسهشون باشه.